سلام، آنلاین هستید و با رادیوی آزادی به شرح خوانندگان دیرتر میپردازیم و برنامه را با ویدیوی آغاز میکنیم که یک ساکنی شهر کانیبادان فرستاده است. مظفر پاچایف میگوید هنگام خدمت در مرز از یک پای محروم شد و حالا به ساختمان خانه به زمین نیاز دارد. اما در قبولگاه رئیس ولایت سوغد به او چی گفتند در این نوار میبینیم. شهروند قبول میکنم، خیلی مناسبت میکنم. تو حقارت کارگی جواب گفتم میتونیم. همه جو باز من دستگاه جناب تو نسبت معیوب همین خیلی میکنی. من معیوب سوخت کانسیون فهمیدی. غلانه رفتار دشمن ها قبیه ها با ما همین خیلی روا دیدن. اقلا قدرتی که ندارم. این یک پایت که شما میبینید از خودم نیستم. قدرت یک کار ساخته دادن ندارد. واکنش مقامات ولایت سوغد به این دعوا معلوم نیست. اگر آنها نیز ویدیوی خود را به آزادی آنلاین فرستند پخش میکنیم. حالا شرح خوانندگان. همین درجا سیلای اوش میغلطه. مشکلی کودکان 4 دهه ناحیه وحدت برای رسیدن تا مکتب بسیاری ها را بی‌طرف نگذاشت. این کودکان در زادگاه خود مکتب ندارند و برای تحصیل به دهه های همسایه می روند. آنها از پلی لرزان می ترسند و از داخل آب می گذرند. سگ ها نیز آنها را آرام نمی گذارند. بچه ما در آب غلطیدگی 2 نفر گرفتن ایوب اگری نمیگفتن میرن دخترچه. کاربری بینام در صحیفه آزادی نوشت این قصه را سال پیش هم خوانده بودم. نخود هنوز هم در این 4 دهه یک مکتب نساخته باشند. محبوب سفروا در اینستاگرام میگوید به جای مهمانخانه ساختن به کودکان مکتب میساختند ثوابی بزرگی میشد. ما رفتیم مراجعت کردیم، همه مقامات رو مراجعت کردیم، لکن مقامات ها گفتن که ما همش دستگیری کردن، گفتن که ما همین وعده دادن که ما همین میکنیم. مصطفی 9671 گفته است که از همین ده است و در اینستاگرام نوشت بعد از نوار رئیسان جماعت به مردم فشار میآورند. امیر قیوموف میگوید پرچمی از همه بلند داریم، مکتب چی دکار؟ به این هم کودکان بزرگ شوند مهاجر میشوند. زمستان تختا یخ میکند و ما میلغزیم. صنعتور نظر و میگوید برای مال و سطح بندی زنان اهمیت میدهند، اما در گید و اطرافشان اینقدر پرابلم های حل نشده دارند و خاموش هستند. زمستان در پیش است، آینده کودکان چی می شود؟ سوال گذاشته است او. چی؟ اما معلمون بر روزای بارانی بسته به یگان روز میارم و بخشان میرم. برخی دیگر راههای کمک به کودکان را جستند، اما کاربری با نام ایوای در وبسایت آزادی نوشت مردم ما عادت آن را دارد که دولت ساز کند. ما به دولت چی کردیم؟ در روسیه کار میکنیم، انداز نمی سپاریم. دولت از کجا پول یابد؟ پول آورده خود را به معرکه و خانه پوشی و خریدن ماشین های کهنه و بیکار صرف میکنیم. این بحث ادامه دارد. کاربران عزیز و شما هم میتوانید همراه شوید در وبسایت رادیوی آزادی یا صحیفه های ما در فیسبوک و اینستاگرام و ادنکلاسنیکی. داستان اسفندیار از ناحیه مومن‌آباد نیز توجه بسیاری ها را به خود کشیده است. اکثریت از او به خاطر اینکه به تقدیر تن نداد و به جای پای معیوب 2 دست را به کار برد احسن خواندند. چیگه سازم تیف لین کام خمی خستم و میغلطم با دهان میدم میخستم بزم زانون میکن. دیماد 3011 هم در اینستاگرام نوشت اراده قوی نشانه مردانگی است. پرویز تاجیک گفته است هوشیار باش باز ابلهه کرده به ارتش نفرستند. مونیسه سیدو میگوید قدری راه گشتن را شخصی بی پای میداند. انسان تا از چیزی محروم نگردد باری هم به قدر داشتنش نمیرسد. بسیار میکنم با که ما هم با هم چی ارزوم براسم بخیم. ولی بسیاری ها را نفقه کمی اسفندیار به خشم آورده است که به باور آنها برای زندگی یک عائله کافی نیست. یوسف 1999 هم در اینستاگرام نوشت نفقه 150 سومانی است، یک خلطه آرد 200 سومانی. آدم سویتی در وبسایت رادیوی آزادی از مردم خواسته است این گونه نوارهای مثل اسفندیار را در شبکه‌های اجتماعی زیاد بگذارند تا به گفته او دیگران هم ببینند که تاجیکان صاحب مهارت خاصی هستند. اساس این است که تو مثل دیگر آدمان صحت تیارخور نیستی، گفته است او به اسفندیار. و حالا یک ویدیوی دیگر کاربران را می‌بینیم که از مرز تاجیکستان و ازبکستان به ما فرستادند و از نوبت‌پایی رانندگان. یک ساعت یک نیم ساعت همینجا ایستادگیم. ازبکستان سکانر نداره گفته ما رو من کردیم. یک ماشین 1 ساعت 2 ساعت میکنه گفته با نکردیسن. تاجیکستان پاگرانیشگاه تاجیکستان.
این کار را شما هم کردن می توانید. از زندگی و کار خود ویدیوی کوتاه بگیرید و به ما بفرستید بر رقم هایی که می بینید. واتساپ، وایبر، تلگرام و ایمو داریم. تا دیدار.